سلام دوستان عزیز، امیدوار هستم هر جای دنیا باشید دارای صحت باشید. دیگه فعلا یک جای بسیار موقت زیبا و خوشگل هستیم لب ساحل. می قسمی که میبینیم دوستان برای طرف ما دست بالا کردن. دیگه در کنار یکی از جوان هستیم که دیگه امروز پرسان کنیم که از کدام کشور هست. های برودر ویگست یا Mir geht's gut, wie geht's dir? Ja, danke sehr auch gut. Kann ich dir fragen, aus welchem Land bist du? Ich komme aus Afghanistan. Ach so, das ist mein Ausland in Afghanistan, mein Land. Okay, welche Sprache bist du? Welche Sprache ich spreche? Jawohl. Ich spreche Dari und Deutsch. اوکی سوپر فرای میشه. اوکی دوستان خاطر با فارسی صحبت میکنیم که شما بفهمید. دوست عزیز امروز ما یک چند سوال داریم دیگه، ان شاء الله اگر برنده شدی براتر یک جایزه بسیار خوب در نظر داریم تقدیمت میکنیم. آماده هستی؟ یک دفعه آلمانی گپ میزنم، یک دفعه فارسی گپ خب بخاطر که دوستا زبان ما تر بداند ما چند سال از تو دارم، اگر ان شاء الله موفق شدی برات یک جایزه خوب در نظر داریم. خب از اول سوال میکنم که چند سال میشه آلمان هستی؟ من نزدیکای 10 سال میشه. بسیار خوب، نزدیک 10 سال میشه. همراه فامیل است تنها؟ تنها هستم. بسیار خوب بسیار خوب. خب از اول سوال میکنم مصروف چی کار است آلمان؟ در حال حاضر که کار زیشایت میکنم، سکیوریتی. بسیار خوب. در گذشته در یک فیرما کار میکردم، میدین تکنولوژی. بسیار خوب. زیبدروگ. اوکی، ما بخش چی میشه مربوطش؟ زیبدروگ میشه دیگه. همین چی میگن داش؟ رنگینگ؟ نه رنگ مالی؟ دیگه چاپ میکنن روی لباسا و این چیزا. خب دوست عزیز ما اول از باره استایلت پرسان میکنیم، میشه برای ما بگید که فعلا همین استایلی که خودت ماشاءالله بسیار استایل جذاب زدی، برای ما بگید که از همین الف تا یا چقدر مصرف کردی؟ چیز خاصی که نیم، تو یک کفشای بالنسیاگا هست، یگان 560 یورو بود فکر کنم گرفتم. شلوارم که است از کجا بود؟ از سارا گرفتم، یگان 50 یورو. ماشاءالله 50 یورویی هم که از رفیقم بود دم گشنگ داد. تیشرتم هم یک تیشرت سیاه است، معمولی است، یگان 20 یورو بود. ماشاءالله مگم براش واقعا نمود میداد. خب دوست عزیز خودتان گفته که نزدیک 10 سال میشه در آلمان هستید. آیا در مدت 10 سال کدامت یک دوست واقعی پیدا کردین در آلمان که سرشان اعتماد داشته باشید؟ والا نه، خیلی هایشان پودری و چرسی و چیزا هست دیگه. ما چی بگیم دیگه؟ یعنی تو دوستی داری که روزی تو فعلا تناسی درست است؟ روزی که واقعا دست تنگ شوه ازشان کمک بخوای، از نگاه مالیات تا هیچ چیزی ضرورت داشته باشی برای همراهت کمک کنی. تو ما داری سری کس؟ خدا رو شکر که تا الان فقط دستم در جیب خودم بوده، دستم فقط پیش خدا دراز بوده و دیگه کسی دراز نبوده دیگه. ببینیم دوستای عزیز دوستی خوب پیدا کردن خصوصا در اروپا خیلی سخت است. همیشه کوشش کنید در زندگی سر پای خود استوار باشید، چون روز سختی آمد خیلی کسایی که میگه دوستت هستیم ترکت میکنه. درست است؟ صحیح است. موفق کامگار باشید دوست عزیز. دیگه هر نوع کمک که باشه ما در خدمت هستیم. ما در چی برنامه از همکارمون خواهش میکنیم که 50 یورو که ما جایزه در نظر گرفتیم تقدیمت میکنیم. بعد از ختم برنامه پشت نمیخوایم در پیشوی با تقدیم کنیم. چی گفتنی داری به وطنداری که تازه در اروپا آمدن؟ سمسایی کار کنین، مکتب برین، یک ابشلوس کنین، دیگه دنبال کارهای بی خود نگردین. ماشاءالله. خب کدام شعر کدام ترانه داری تقدیم دوستا کنی؟ مثلا دوستایی که خود ما شما مسافر است. نه ما صدایم زیاد خوب نیست. اما تو میتونی خوب ترانه کنی. ما صدایت چند دفعه شنیدم. های سرودی و پسینم جز تو آغوشی ندارم، های امیدی آخرین جز تو امیدی ندارم. خب کامگار موفق باشی. خداحافظ دوستای عزیز. این برنامه زیبا و دیدنی که با یک جوان همراهتان تقدیمتان کردیم. تا دیدار بعد که من سمیر پیکار در خدمتتان قرار میگیرم. بدرود.